سلام عزیزان، با جنسیت جین زابدار در خدمتتون هستم. برای این کار طرح مورد نظرتون رو از اینترنت بگیرید و اونو منتقل کنید به کاغذتون. طرح رو روی کاغذ همونطوری که میبینید پیاده کردم و قسمت هایی رو که میخوام زاب داشته باشه رو مشخص میکنم و اونو رنگ بدن میزنم. بعد از اون رنگ زمینه کار رو که اینجا من رنگ شلوار لیم خیلی آبی تیره نیست، ابتدا یه آبی ملایم کل سطح زمینه رو میزنم و بعد از اینکه خشک شد 1 درجه رنگ پررنگتر انتخاب میکنم و جایی رو که برش داره، جیب داره، به هر حال درزهای لی رو مشخص میکنم و همونطور که تو تصویرم میبینید همزمان تا این کارمون خشک بشه میریم و جاهای دیگه شو رنگامیزیشو انجام میدیم. همونطوری که قبلا هم گفتم لایه لایه باید کار کنیم. لایه اول کم رنگ، لایه بعدی پررنگتر، لایه های بعدی پررنگتر، همینجور ادامه میدیم و کارو لحظه به لحظه رنگاشو شارژ میکنیم و تقویت میکنیم و همزمان به طرحمون نگاه میکنیم. جایی که چین و چروک داشته باشه، سایه داشته باشه، با توجه به رنگ مداد رنگمون کم کم اونو پررنگتر و پررنگتر میزنیم و وقتی که میخوایم سایه بندازیم حتما دقت کنید از قسمتی که عمق سایه هست و تیرگی هست فشار دستمون که بیشتره، هرچی به سمت نور میریم کم کم فشار دستمون رو کمتر میکنیم و آروم آروم محو میکنیم. اینجور نباشه که فقط خط تیره بکشید و پارچه رنگ رو رها کنید. نه، حتما رنگ باید کم کم محو بشه و همینجور که میبینید کم کم از رنگ های پررنگتر استفاده میکنیم. برای قسمت زاپش هم از گواش سفید استفاده کردیم و همونجور تو تصویر میبینید به این شکل خطای ریز ریز میکشیم و بعد انگار مثل حالت شراره باشه اونو حالت آویزون میکشیم و دیگه تقریبا کار ما تمومه. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودید و خوشحال میشم نظراتتون رو کامنت کنید. مرسی که همیشه منو برای ساختن ویدیوهای جدید همراهی میکنید.